خورشیده حسنова به همسایه‌اش حاصل پارساله را تعریف دارد. 2 سال پیش حاصل زمین اویله او از فقر رهاند. سبزی، پیاز، کپوست، کارتوشکا، بادرینگ، پمیدور، قلمفور شیرین، کرم. ما این سبزیجات ها را پرورش میکنیم و برای استعمال خودمون، استعمال فرزندان و بازارها. خورشیده 40 ساله در منطقه سیر اهالی و کمبیزوات ختلان زندگی میکند. جای کار نمیرسد. غذای میخورده مردم سالهاست تغییر نمییابد. آنها کمبیزوات هستند و خوراک‌های یک رنگه تیار میکنند و خورش‌ها در بین در وقت خوراک خوردن آنها کم دیده میشود. به قول متخصصین نارسایی ویتامین ها یک تهدید بزرگ به صحت این گونه مادران و کودکان آنهاست. از سال 2016 حکومت امریکا در غرب ولایت ختلان لایحه امنیت آذوقه‌واری را سرپرستی میکند. 3000 زن تا حال کمک مالی و آموزش گرفتند. حالا صحیفه نو از این کمک ها باز شده که فقط آن را زنان سیرفرزند و قابل تولد میگیرند. برای بهتر نمودن امنیت آذوقه‌واری آنها، برای بهتر نمودن سطح دانش زنهای قابل تولد. خورشیده یکی از آن زنان است که در دایره لایحه آموزش دیده و پرورش سبزیجات را به راه مانده است. برای ساختن این گرمخانه ها کمک مالی گرفته است و تخم زراعتش را هم میدهند. و دخترکانی که در خانه بکارند از آنها خواهش کردیم که از شوهر جدایند، خواهش کردیم که بیایند به کار ما یاردم کنند، هم یاد گیرن برای خودشون، هم برای آنها معاش جدا میکنیم. خورشیده 6 فرزند دارد. شوهرش به سبزیجات کاری او کمک میرساند. درآمدش را به 60,000 سومانی در یک سال رسانده است. می شود به زندگی خود. رخشانه از همدیگان اوست و با 7 زن دیگر در موسم کار به خورشیده یاری میرساند. میگوید اینجا کار یافتن دشوار است. از تجربه خورشیده آموخت که هر زن میتواند جای کار خود را بیافرد. این کار منبود میشود و ای پشتی پخته، چوبک، کدسین. خیلی شکر میشود. ختلان زمین‌های حاصلخیز و هوای مساعد دارد. سازمان‌های بین المللی رشد کشاورزی در این منطقه را یکی از راه‌های اصلی رهیدن مردم از کمبیزویتی می‌دانند و اینچنین زمین برای ساکنان سرچشمه اساسی غذای سالم است.